اینجا یه دختر خانمی زندگی میکنه به نام فریبا. اینجا بودم چند وقتی رفتن از اینجا. اون بنده خدایی که میخوایی دارم. فریبا اومدم اینجا که 2 تا خبر بد بدم. خبر مگه از این بدترم هست؟ آره هست. همین الان پا میشه میای شرکت. کارت دارم. چرا چیز شده؟ تو خونه اون چیکار میکردی؟ چرا قایم شده بودی؟ تو خونه خواهر من چیکار میکردی؟ تو میدونی پیمان چی کار داره میکنه؟ یکم مشکوکه این روزا. من همیشه مشکوک میزنه. چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ بشین تو ماشین بریم دنبالشون. بشین دیگه بریم دنبالشون. بلند شو بگوش و بریم بیرون کارت دارم. اینجا برای چی آوردی من؟ رضا فهمیده من 110 میلیون از خواهرش قرض کردم. سر که همین الان بری خودت معرفی کنی بگی که قاتل تویی. دختر من خواستگار زیاد داره، اما شما اون کسی نیستین که لیاقت دامادی منو داشته باشین. اگه واقعا فکر میکنین که ما همسنگ شما نیستیم، پس بهتره که از حضورتون مرخص بشیم.